در مابس رقم 12 شهر نیژنی تاگیل ولایت سوردلوفسک روسیه یک امایش بین دینها برگزار گردیده برای محبوسان مسلمان مسجد گشوده شد. خدمات مطبوعات اداره زندانهای ولایت سوردلوفسک خبر داد که مراسم را سردار مابس رقم 12 پالکوونیک الکسی پاولوف افتتاح کرد. در مراسم گشوده شوی مسجد مفتی مسلمانان ولایت سوردلوفسک حضرت عبدالقدوس و هم سراهب نیژنی تاگیل فیردوسی اشتراک و سخنرانی کردند. بعد لینتبوری و گشودن مسجد نماینده شورای جمعیت اداره زندانهای روسیه دنیس مستافین برای کمک و همدستیشان در کار خیر یعنی گشوده شوی مسجد به سردار مابس الکسی پاولوف، سراهب فیردوسی، مامور حقوق انسان ولایت تاتیانا میرزلیاکووا و هم برای جمعیت تاجیکان منطقه اورال یعقوب جان عماروف سپاسنامه و سپردند. بنا به اطلاع دریافتی مسجد در مابس رقم 12 در نیژنی تاگیل با کمک بی‌واسطه یعقوب جان عماروف و جمعیت تاجیکا گشوده شده است. یعقوب جان عماروف از جمعیت تاجیکا در روزهای عید قربان نیز در یکی از محبس‌های سوردلوفسک برای 1250 محبوس آش عیدانه پخته بود. در مراسم گشوده شوی مسجد در محبس شهر نیژنی تاگیل مامور حقوق انسان ولایت سوردلوفسک تاتیانا میرزلیاکووا و کنسولگری گنرالی تاجیکستان در اکاترینبورگ سیدزاده ظفر شیرعلی نیز سخنرانی کردند. ظفر سیدزاده که توقیع ملی تاجیکی در سر به این مراسم آمده بود تاکید کرد که در این مراسم با اتفاقی هم اشتراک کردن نمایندگان دینهای اسلام و مسیحی برایش خیلی خوش آمده است. او خواستار چنین اتفاق همدلی بین نمایندگان دینهای گوناگون در تمام ساحه زندگی شد. در مراسم نمایندگان جمعیت تاجیکای منطقه اورال زیاد دیده می شدند. اکثر آنها در سر طاقه های ملی تاجیکی داشتند. در محبس های روسیه بنا به اطلاع دریافتی بیش از 7000 زادگان تاجیکستان ادای حکم می کنند. یک قسم آنها در محبس های ولایت سوردلوفسک از جمله در محبس رقم 12 شهر نیژنی تاگیل با امید آزادی هر چه زودتر روشماری می کنند. در اداره زندان های روسیه امیدوارند که گشوده شدن مسجدها در مؤسسه های اصلاحی به محبوسان مسلمان تاثیر مثبت رسانیده برای هر چه زودتر برای درست راه شدن آنها مساعدت خواهد کرد.